آیا می دانید آنچه امروز طفل شما می خورد می تواند بر سلامت آینده او تأثیر بگذارد؟ تیوری از کودکان ما هر روز چپس، پفک، پاپر، بریانی و دیگر خوردنی های پاکتی را به جای غذای سالم مصرف می کنند. این خوراکی ها شاید خوشمزه باشند، اما استفاده از آن می تواند به سلامت کودکان آسیب برساند. فرزندان ما آینده سازان کشور هستند. بیایید بیشتر به خوراک و تغذیه آنان توجه کنیم و تا حد امکان غذاهای سالم و طبیعی را جاگزین خوراکی های پاکتی و بازاری نماییم. لطفاً این پیام را با دیگران شریک سازید. شاید با آگاهی بیشتر بتوانیم از سلامت کودکان خود بهتر محافظت کنیم.